خوب السلام علیکم دوستان عزیز، بار دیگر خوش آمدید به شبکه جهان تیوی. من امروز برای شمایان دو سر بقچی تازه چانه پیاز به فروش پیشنهاد میکنیم. شخصان خریدار باشن مرحمت، من پایان اکران به نمره تلفن ما هست، زنگ زده معلومات پوره گفته من بعد خریداری کنید دوستان. خوب دوستان عزیز، بقچه قرار دارد در ولایت سوق ناحیه باباجان غفروف جماعت خستیاورز به مسئله دستافکش یگان خیلی مشکلیش نیست. دستافکش هم همراه خریدار هم صحبت شده، دستافکش هم تشکیل میکنیم. خب دوستان عزیز، من این بقچه نمره یک چخیلی که در نوار میبینید قفاهاش وسیع، دست و پاهاش غوص، بقچه دراز گردندار با تمامی سنتش. این بقچه نمره یک دوستان عزیز، مسئله خوردن سلامتیش به نهایت زور، من آینده برای نسل گیری یا که برای بانی کردن به نهایت مالی زور دوستان عزیز. مسئله سینج و سالش باشد 11 ماه، حالی یک سال شدگیش نگه سال چه دوستان عزیز. من شخصان خریدار باشم، من بقچه ذاتی به مرحمت من خریداری کنید. مسئله نرخش باشد دوستان عزیز 22500 سامان، باز من کم تو معاملش است. مثلا نرخش 22500 سامان. خوب دوستان عزیز، من این نمره دو، این هم تازه چارنی پیاستیر، دست و پاهاش غوص، بقچه دراز با تمام سنتش. مثلا خوردن سلامتیش به نهایت زور. مثلا سینج و سالش باشد دوستان عزیز، این هم 11 ماه، حالی یک سال نشده است. من شخصانی که برای زاد گفتن آینده یا که برای نسل گفتن یا برای بانی کردن خریداری میکرده باشند به نهایت بقچه زور، قفاهاش وسیع، دست و پاهاش غوص، تایکاش راستی به نهایت خوشمال دراز دوستان. با گفته میگذارم مسئله خوردنش سلامتیش به نهایت زور، تازه بقچه چارن پیاستیر. این هم مسئله نرخش دوستان عزیز 22500 سامانی، باز من خوشرو معاملش هست. شخصانی که هر دوش یک جای خریداری میکردگی آدمون هم باشند 44000 رو دوستان عزیز 500 سامانی باز کم تو معاملش هست، یا که الهیده نرخ به خریداری میکردگی باشند 22500 سامانی. باقی سربلند و خانوابا باشتن. تا دیدار، خداحافظ، مرحمت.